به نام خداوند بخشنده ای مهربان نهایت با رحم. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران و برادرانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. پیام و قصه یک مادری که از زندگی خود چنین قصه میکند. میگوید من صاحب 2 فرزند هستم، یک پسر و یک دختر. پسرم نرگس نام دختری را دوست داشته است. 2 پایش را در یک موزه انداخت که بغیر از او دیگر یگان کس را نمی گیرد. با 100 آرزوی و هوس توی آسمان کف آراسته دختر دوست داشته پسرم را کلین کردم. زندگیمان بعد توی وزنین شد و پسر بیچاره ام به روسیه کارکنی رفت. رفتار کلین بعد رفتن پسرم تغییر یافت. وی با بهانه با شوهرش صحبت کردن ادنکلسنیکی کشوده روز تا بیگاه شب تا سحر تلفن بازی کرده میشیشت. روز تصادفاً تلفن نرگس به دست من افتید و سخنان عاشقانه این زن شوهردار را با یک جوان ناشناس خوانده هوش از سرم پرید. برای سنجش به همان رقم زنگ زده خود را مادر نرگس معرفی نمودم. جوان گفت که مجرد است و کیها باز نرگس را دوست می دارد. پناه بر خدا. کلین روسیا هم میگوید شوهر داشتنش را پنهان داشته خود را به عاشقش دختر خانه گفته بوده است. اول خواستم به پسرم زنگ زده همه اش را بگویم، ولی باز از فکرم گشتم، چون که بچه بیچاره هم زنش را از جانش بیشتر دوست می داشت و هرگاه زنگ زند اول نرگس را می پرسید. قرار دادم که پیش راه کلین را خودم می گیرم. قبل از این که نرگس بهانه درد گرده تیز من به دکتر می روم گویان از خانه می برآمد و تا بیگاه گم می شد. بعد خواندن نامه های عاشقانه اش به نرگس گفتم که دیگر تا شوهرش از روسیه برنگردد پایش را از در بیرون نمی ماند. کلینم خود را موسیچه بیگناه وانمود کرده میلش و چجان گفت، ولی همان شب به بیرون برای قضای حاجت برآمدم و به گوشم صدای گپی کردن چیزی رسید. به اطراف نگریسته دیدم که سایه مردانه از تیریزه به خانه خواب کلینم در آمد. میگد مادر نقل میکند از سوز دل که لعنتی ها به دستم افتادن. تازان میگه رفته در خانه پسر و کلینم را کشادم. عاشق کثافت نرگس با دیدن من تلخکف شده راه گریز را پیش گرفت، ولی میله کلین خیانتکارم خم نخورد. من و کلین سخت جنجال خوردیم. نرگس چنگ زده از موی سرم داشت و مرا با مشت و لغت کوفتن گرفت. زورم با کلین بوزبلم نرسیده به زمین افتیدم. نرگس خدا زده تا دلش خنک شدن مرا مردنیوار زد و بعد به پسرم تلفن کرده گفت که مادرت مرا چشم دیدن ندارد، جانم را به لب آورده است. از خانه برآمده می روم. تلفن را از دست کلین گرفته خواستم سبب ماجرا را به پسرم فهمانم، ولی او به گپ‌های من تماما گوش نکرده زندگی مرا برای چی ویران میکنی؟ برای چی زندگی مرا ویران کردن میخواهی ای مادر؟ این را دانستمان که من زنی سرمیدادگی ندارم گویان مرا خوب سرزنش کرد. اینک 1 ماه می شود که پسرم از روی زنی
غر و ترپاچه‌اش با من گپ نمیزند. دیروز خبر آمد که بچه گل و گرنگم پول فرستاده است و کلین خیانتکارم چیپته خریده به روسیه به نزدش می رفته است. تقدیر فرزندم مرا سخت به تشویش آورده است، چون که این زن خیانتکار در ملک مردم به سر پسر ساده زود باورم باز چندین بلاهای دیگر را آورده می تواند. این مادر از من و شما دوستان عزیزم التماس میکند که به من مصلحت دهید چی کار کنم. بیاید همیشه اولا دعا میکنیم، دست به سوی الله میبرداریم که پروردگارا اولا فسق و فجور و زنا کردن رو در مملکت در تمام روی دنیا پروردگارا تمام این گونه زنها و این گونه مردها را الله برای راست هدایت بفرماید و بعدا فکر و عقیده های خود را برای این مادر می نویسیم در زیر ویدیو، مصلحت می دهیم برای این مادر، شاید که صدای ما را می شنود. و در آخر خواستم دوستان عزیزم، پیامبر خدا می گوید که بخیل شخصی است که نام من را می شنود و به من صلوات نمی فرستد. باور کنید وقتی که این قصه را اگر 500 نفر گوش کند، 500 نفر اگر صلواتی بر پیامبر خدا بفرستد، میدانه چقدر ثواب زیاد می شود. بیاید دست جمعانه با هم می گوییم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. بیاید دوستان با هم دیگر تکرار میکنیم و در آخر یک نشید زیبای بهرتان میمانم. دوستان عزیزم گوش بکنید و در حق بنده حتما خواهان آن هستیم که در حق بنده دعاگو باشید. از برای خدای پاک شما را دوست می‌دارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آدم برای مردن است، در خاک تیره خفتن است، در گور جواب گفتن است. بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. در این جهانی بی وفا با ما فلک دارد جفا. دل را بگردان با صفا، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. دشمن درون قلب ماست، صد گرگ و شیر و اژدهاست. خفته درون سینه هاست، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. ای بی خبر دنیا نگر، دنیای پر غوغا نگر. تا کی حیاتی بی ثمر، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. تا کی بمانی جاویدان، روز روی از این جهان. در دل هزارها آرمان، بیچاره مسکین آدمیم، بیچاره مسکین آدمیم. بر خود مکن هرگیز جفا، دل را بگردان با صفا.
بر دین پاکی مصطفی بیچاره مسکین آدمیم بیچاره مسکین آدمیم غافل مباشی یک دمه دین را بیاموز هر دمه غافل مباشی یک دمه دین را بیاموز هر دمه دین با تو باشد همدمه بیچاره مسکین آدمیم بیچاره مسکین آدمیم